شام 22 می در ناحیه ظفرآباد بخشیده به روز جوانان تاجیکستان چورابینی عیدانه برگزار گردید. رئیس ناحیه ضمن سخنرانی جوانان سعادتمند را با افتخار روز جوانان تاجیکستان تبریک و مبارکباد نمود. قید کرده شد که تحت راهبری و راهنمایی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از آغاز دوران صاحب استقلالی و جوانان توجه و غمخواری مخصوص ظاهر گردیده به خاطر دستگیری همه‌جانبه آنها پیوسته تدبیرهای ضروری عملی می‌گردند. با تاکید سرور دولت ما با جوانان کشور خود افتخار می‌کنیم، زیرا آنها با اشتراک فعالانه خود در همه ساحه‌ها در رشد دولت و آبادی وطن سهم ارزشمند می‌گذارند. مرز و بوم سرزمین اجدادی را حمایت می‌کنند، وطن دوست و وطن پرست، با ننگ و ناموسند و به خلق و دولت تاجیکستان صادق میباشند. جوانان همچون نیروی سازنده کشور، تکیهگاه امید و افتخار دولت و جامعه در رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی وطن عزیزمان سهم مهم می‌گذارند. در ادامه چورابینی به چندی از جوانان فعال ناحیه ظفرآباد سپاسنامه و تحفه‌ها سپرده شد. مورد به ذکر است که سندهای معیاری و حقوقی و برنامه و استراتژی‌هایی که در دوران صاحب استقلالی قبول گردیدند، رعایت حقوق‌های کنستیتوسیونی جوانان را تامین نموده و تحکیم مقام آنها در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معنوی جامعه، بهتر گردیدن شرایط زندگی و تحصیل، کسب آموزی و فعالیت پرثمر جوانان، تقویت خودشناسی و خودآگاهی و حس ملی آنها مساعدت نمودند. امروز قسمی بیشتر اهالی ناحیه را جوانان تشکیل می‌دهند و سهم آنها در پیشرفت ساحه‌های مختلف خیلی نظر است. جوانان ناحیه ظفرآباد با شکرگزاری از صلح و ثبات مملکت در فضای آرام و آسوده کشور زندگی دارند. پیشنهاد برنامه زیبای فرهنگی و شادمانی ساکنان گواه آن است که آنها از این صلح و ثبات می‌بالند و سرافرازی می‌کنند.